محمد اقبال میگوید که دیوانه و دلبسته چورابینی مذکور با تشبث کافدرای فیلولوژیای هندی فاکولته زبان‌های آسیا و اروپای دانشگاه ملی تاجیکستان برگزار گردیده در کار آن راهبریت دانشگاه سفیر پاکستان در تاجیکستان و آموزگاران و دانشجویان دانشگاه اشتراک نمودند. نخست در چورابینی رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان قابل جان خوشوقت‌زاده برآمد نموده ابراز داشت که گذراندن محفل روز اقبال در دانشگاه ملی تاجیکستان به حکم عنعنه درآمده است. هرچند این یک بخش علم و فرهنگ باشد، هم در مجموع افاده کننده اعتبار خاص دادن اهل علم و فرهنگ تاجیکستان و عموما خلق تاجیک به مردم پاکستان و فرهنگ والای آن می باشد. سفیر جمهوری اسلامی پاکستان در جمهوری تاجیکستان عمران حیدر نیز درباره بزرگی اقبال لاهوری اظهار اندیشه کرده سهم این متفکر برجسته را در تشکل خودشناسی مردم جهان مهم ارزیابی نمود. همزمان در ادامه چورابینی استاد کافدرای فیلولوژیای هند رجبوف حبیبالله در موضوع شهرت جهانی اقبال لاهوری، قربانوف حیدر در موضوع وطن پرستی در اشعار اقبال لاهوری و احمد فراز معروضه نمودند. در آخر دانشجویان شعبه‌های هندی و اردو از اشعار اقبال لاهوری با یک مهارت خوب با زبان‌های تاجیکی و اردو شعرها گفتند و با تحفه‌های خاطره‌ای از جانب سفارت پاکستان در تاجیکستان قدردانی شدند.